عموما همه انسان ها در رابطه با فرارسیدن ماه رمضان سه دستن. یه عده که ناراحت میشن، اوه ماه رمضان اومد، احساس بدی بهشون دست میده، ناراحت میشن، پریشان میشن، زخم معده‌شون عود میکنه، سردرداشون شروع میشه، ارزیاد فشار خون میزنه بالا، دیابت و قند و فشار خون و هرچی که دایره المعارف بیماری ها میشه، هرچی که مریضی تو دنیاست جمع میشه تو این آقا و تو این خانم. چرا؟ چون این از همون اول حس قشنگی نسبت به رمضان نداشت. به همین خاطر است در غیر ماه رمضان اینقدر شنگول و منگول و عالی و خیلی خوب، رمضان که بوش میاد به مشام این آقا و خانم میرسه، این میشه بنگاه انواع بیماری ها، اصلا میشه بیمارستان خودش، همش درد میکنه دیگه. اصلا گاهن میبینی زانوش درد میگیره، میگه کمرم درد میکنه. آخه اینا چه ربطی به روزه رمضان داره؟ میگه بی ارتباط نیست. اینجور افراد در ایمانشون و در اعتقادشون و در عشقشون و ادعای محبتشون به الله حتما تجدید نظر کنن. البته استثناء میکنم، بعضی اصلا واقعا مریضن، من به اونها کاری ندارم که هیچ، اصلا شریعت برای اونها یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. حرف من به اونها نیست، حرف من اون افرادی است که تا رمضان میاد پریشان میشن، ناراحت میشن از اقتصادشون، از خوابیدن کاراشون، از نمیدونم نرفتن سر مغازهشون و الی آخر. این دسته است. دسته دوم کسانی هستند که به محض این که بوی رمضان میاد انگار که اینا 11 ماه روزه بودن، تازه میخوان این ما رو بخورن. رمضان آمد، گوش نداریم، پنیر نداریم، برنج نداریم، نمیدونم کیک نداریم، آرد نداریم. انگار که این آقا 11 ماه هیچی نخورده از قحط‌سالی و از اون سیل زدگان جنوب سومالی بلند شده اومده ایران و میفته تو این بازار با خودش و زن و بچهش و همه ایل تبارش که بخریم ببریم. چه خبره؟ ماه روزه آمده، ماه رمضان آمده. آها، ماه بخور که نیست. یخچال ها پر باشه، نمیدونم کموده ها مملو باشه، نمیدونم انواع شیرینیجات تکمیل، همه چیز مرغ و گوشت و برنج و سبزیجات و اینقدر بازارها شلوغ میشن که اینا اشتباه گرفتن. هر کس از بیرون بیاد غیر مسلمانی باورش نمیشه که این قرار این ما رو نخوره، فکر میکنه این ما قرار سوبله و نمیدونم 10 برابر بخوره. و همین آقا خانوم ها اگر بعد از رمضان برن وزن کنن دقیقاً متوجه میشه 4-5 کیلو بالا آوردن. اینا یه عده‌اند، حالا اکثر ما هستیم متاسفانه. خب اما دسته سوم اونهایی که به محض این که رمضان میشنون که اومده و داره میاد از خوشحالی در پوست نمیکنن، اینقدر خوشحال میشن، با تمام وجود، تمام روح و روانشون خوشحال میشن، اینقدر مسرور میشن و سرشار از نشاط و خوشحالی میشن که اگر یکی به اونها بیاد بگه 1 میلیون دلار بهت میدم شاید اونقدر خوشحال نشن که از استشمام نفحات معنوی رمضان اونقدر خوشحال میشن، مسرور میشن. ماه رمضان آمد. آخه چرا خوشحال نشن؟ اینها نه به خاطر نمیدونم فضای رمضان و افطاری و فلان، نه، چون شنیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی رمضان می آمد به صحابه تبریک می گفت قد اضلکم شهر مبارک. آقا صحابه من ماه مبارک اومده، ماهی که در او خداوند متعال یک فرصتهای فوق‌العاده‌ای در اختیار بشریت قرار میدن. آن حضرت صلی الله علیه و سلم میفرماید وقتی اولین شب ماه مبارک رمضان فرا میرسد فتحت ابواب الجنه، درهای بهشت باز میشه. حتی در روایت میاد که ولم تغلق منها باب، حتی یه دروازه هم بسته نیست، همه دروازه های بهشت. در روایت میاد بهشت خودشو آذین میبندد، بهشت تزیین میکنه، خودش رو میآراید، آرایش میکنه مثل یک عروسی برای داماد.